سلام مروش. اگه که میخواین کپکات رو راحت وا کنید این ویدیو رو ببین و قبل از اینکه آموزشش رو بگم یه قول بده، حداقل یه چنل رو نگاه کن. اگه که خوشت اومد ساب کن، اگرم که نه حداقل لایک رو بزن و یه کامنت انگلیسی رو بذار ثابت نپری. عشق منی. خب ببینید، شما میرید توی گوگل میزنید کپکات مد شده و میرید تو سایت فارسیود عالیه فارسروید و صبر میکنید دانلودش میکنید که من دانلودش کردم. حالا که کپکات رو گرفتید یه وی پی ان خوب برمیدارید آنش میکنید و آره، بعد از اینکه وی پی ان تو آن شد میرید تو کپکات، اینجایی که زدم میرید، بعد میرید تو بخش تنظیمات که اینجاست، این گزینه رو آن میکنید و وقتی اینو آن بکنید میبینید همه بعد اول کپکات رو ببندید، بعد دوباره برید تو کپکات، اونو آن کردید ببندید دوباره برید تو کپکات و الان میبینید که همه انیمیشن ها بازه. این قسمتش بازه. الان من میرم تو یه ویدیو رندوم، الان نگاه کنید همه چیز باز. خب مشتی، تو که تا اینجای ویدیو اومدی و امیدوارم خوشت اومده باشه. حمایت یادت نره و خداحافظ.